امیر پسری فعال و پرزور بود و تنها فعالیتش در بچگی کار کردن در کنار پدر در مزرعه بود. الحق و الانصاف که این لقب مخصوص و مناسب خودشه. کینگ ایران امیر عزیز علی اکبری به داشتن همچین مرد با غیرت و با شرفی در ایران عزیزمون افتخار میکنیم. امیر علی اکبری متولد روستای جمال آباد شهرستان سراب تبریز از ایران. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی کانال ستارگان پنهان. مهدی وطن هستم. با لایک ویدیو همراه ما باشید و با کینگ ایران امیر علی اکبری ویدیو رو ادامه بدید. امیر علی اکبری متولد 11 دسامبر 1987 که به تاریخ ما متولد 20 آذر 1366 از روستای جمال آباد سراب توابع تبریز به دنیا میاد. نام کامل موقع تولد امیر عزیز علی اکبری. ملیت ایران. قد 1 متر و 95 سانتی متر. وزن 118 کیلو و 250 گرم. فعالیت‌های ورزشی: کشتی فرنگی و هنرهای رزمی ترکیبی. تمام ملت ایران این مرد بزرگ و شریف رو دیگه میشناسند و بهش ارادت کامل دارند و این ویدیو رو تقدیم حضور ملت ایران میکنم با افتخار برای وجود یه همچین مرد بزرگی در کشور عزیزمون. امیر پسری فعال و پرزور بود و تنها فعالیتش در بچگی کار کردن در کنار پدر در مزرعه بود. وی در خانواده‌ای با 7 فرزند به دنیا اومده و 4 خواهر و 2 برادر داره. پرزوری امیر خودش رو در شوخی‌های کودکانه و کار بر روی مزرعه نشان داد. همین مسئله سبب گردید تا به ترغیب برادر بزرگتر خود مشغول به فعالیت‌های ورزشی شود. امیر 2 سال اول ابتدایی رو به سختی و در یک شهرستان نزدیک به روستای محل سکونتشون مشغول به تحصیل می شود. خانواده امیر در آن سالها به تهران مهاجرت می کنند و پدر شغل قصابی رو برای معیشت در شهر جدید در پیش می گیرد. امیر علی اکبری در این کار هم مانند گذشته کمک دست پدر بود. برادرهای امیر مدام هوای امیر رو داشتند و امیر در سن 11 سالگی با هزینه برادرش برای نخستین بار پا به باشگاه کشتی میذاره. به گفته ورزشکار محبوب کشورمون امیر علی اکبری در زمان کودکی چند دوست داشت که در زمینهای چمن با هم کشتی میگرفتند و پس از مدتی تصمیم گرفتند به باشگاهی که در محله خودشان بود بروند. آقای عباسی و رضایی مربیان آنها بودند. بعد باز شدن باشگاه در محله اونا امیر علی اکبری در سن 11 سالگی کشتی آزاد رو آغاز کرد و به علت علاقه و فرم بدنی که داشت به کشتی فرنگی رفت و پیش آقایان ناصر نوربخش و بهروز حضرتی پور استارت کشتی فرنگی رو زد. در سال 1386 در مسابقه‌های انتخابی تیم ملی جوانان قهرمان شد. امیر علی اکبری در نخستین مسابقه خارجی خودش در وزن 84 کیلوگرم قهرمان مسابقات ارمنستان شد و همچنین در مسابقه کشتی جوانان جهان هم به قهرمانی رسید. امیر علی اکبری به کسب موفقیت‌های مداوم و پی در پی ادامه داد تا اینکه در سال 90 با اتهام استفاده از ماده‌های نیروزا دوپینگی 2 سال محروم گردید. برای دومین بار در سال 1392 باز هم نمونه آزمایش خون ماده ممنوعه استروید آنابولیک که ماده برای دوپینگ را نشان داد بر اساس قوانین برای همیشه از حضور در این رشته محروم شد.
امیر علی اکبری معتقد است برای او پاپوش درست کردن تا از این رشته ورزشی محروم شود و با شخصیتی که از این ورزشکار محبوب کشورمون دیده شده بعید به نظر میاد که در این مورد دروغ بگه. در ادامه با ما همراه باشید و مختصری از ترکوندن حریفای امیر علی اکبری رو با همدیگه نگاه کنیم. وارد شدن کینگ ایران به سالن‌های مسابقات ترکیبی رسمی و ترکوندن حریفای امیرعلی اکبری واقعاً دیدن داره. مجموع مسابقاتی که امیرعلی اکبری در اونها شرکت کرده به 14 مسابقه با برد 11 مسابقه و ناک اوت 7 مسابقه و برد با تصمیم داور در 3 مسابقه، 1 بار سلب صلاحیت شده، 3 بار هم با ناک اوت باخت داده. سالهای فعالیتش در کشتی از 2005 تا 2013 بوده و فعالیتش در ورزش‌های رزمی ترکیبی از سال 2014 تا الان به صورت حرفه‌ای بوده. علی اکبری در فصل 2007-2008 برای باشگاه ورزشی شرکت ملی حفاری اهواز در لیگ برتر کشتی فرنگی ایران مسابقه میداد که با اتهام وارد شده به این ورزشکار عزیزمون مدال طلای ایشون رو به ورزشکار دیگه ای دادند. امیر علی اکبری علیرغم تمام آسیب‌های روحی که از این داستان براش به وجود میاد، بعد از حدود 1 سال پس از محرومیت از کشتی در صفحات مجازی خود شرکت در ورزش‌های هنرهای رزمی ترکیبی رو اعلام کرد. امیر نخستین کشتیگیر حرفه‌ای ایرانی است که در این رشته به فعالیت پرداخته است. اولین مسابقه امیر علی اکبری در این رشته ورزشی در اکتبر 2015 استارت خورد و هیونگ چولی را در راند نخست شکست داد. دومین مبارزه او 2 ماه بعد انجام شد و او رادو اسپینگل را نیز در راند نخست شکست داد. در 27 مرداد 1396 جمعی از مبلغان دینی و مداحان استان تهران با حضور در منزل علی اکبری از او تقدیر کردند. فدراسیون مبارزات رایزین FF در اوایل سال 2016 اعلام شد که علی اکبری با فدراسیون مبارزات رایزین ژاپن قرارداد امضا کرد. در این مسابقات که در دسامبر 2016 در ژاپن برگزار شد، علی اکبری نخستین مبارزه خود را در وزن آزاد مقابل ژائو ایسیلدورو آلمیدا انجام داد و در راند اول حریف خودش را ترکوند و پیروز شد و قرار شد که مسابقه بعدی امیر در برابر شین کاربین قهرمان پیشین مسابقات انجام شود که کاربین از این مبارزه کناره‌گیری کرد و از حضور در مقابل کینگ ایران خودداری کرد. امیر علی اکبری در مبارزه بعدی موفق شد با شکست دادن هیس هرینگ آمریکایی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه پیدا کنه و ملت ایران رو به وجد بیاره. هیس هرینگ 38 ساله که سابقه حضور در رشته‌های کیک بوکسینگ و سامبو یعنی ورزش رزمی روسیه و کشتی را دارد، به اسب دیوانه تگزاس معروف است که توی رینگ نتونست جلوی امیر علی اکبری قد دلم کنه. امیر علی اکبری
در مرحله نیمه نهایی با پیروزی در مقابل والنتین مولداوسکی از روسیه فینالیست شد. امیر با قبول شکست مقابل میرکو فیلیپویچ که تلفظ اسمش هم یه خورده سخته نایب قهرمان شد. همچنین علی اکبری در سال 2017 توانست جرونیمو دوس سانتوس و تایلر کینگ رو شکست بده. ACB در دسامبر 2017 علی اکبری خروج از رایزین و پیوستن خود به ACB رو اعلام کرد و اولین حریف خودش دنیس اسمولدارف بود که علی اکبری در 23 مارس 2018 در دور نخست با ناک اوت تونست شکستش بده. UFC امیر علی اکبری در تاریخ 6 ژوئن 2019 طی قراردادی به UFC پیوست، ولی رئیس بخش سلامت و عملکرد UFC اعلام کرد که قرارداد UFC با امیر علی اکبری به دلیل سابقه دوپینگ و محرومیت مادام العمر که به تایید سازمان ضد دوپینگ آمریکا رسیده است لغو شده و کار امیر علی اکبری قهرمان ایران به رقابت‌های سازمان وان کشید. در اوت 2020 خبرهای مبنی بر پیوستن علی اکبری به سازمان رقابت‌های قهرمانی وان منتشر شد که امیر علی اکبری زاده شده که تو رینگ حریفای خودش رو بترکونه و جایگاه اصلی این ورزشکار در مبارزات قهرمانی سنگین وزن سازمان وان چمپیونشیپه. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردی بکوب لایک خوشگله رو به افتخارش. اولین مبارزه امیر در مسابقات بینگ بنگ وان در 4 نوامبر 2020 در مقابل اسلام عباسوف از روسیه انجام شد. این مبارزه به دلیل بازداشت عباسوف در روسیه لغو شد. علی اکبری در 5 مارس 2021 در مقابل حریف خود کانگ جیوون در راند نخست ناک اوت شد و شکست خورد. او در مبارزه بعدی خود در برابر آناتولی مالیخین مجددا در راند نخست ناک اوت شد. علی اکبری در مبارزات بعدی خودش موفق به شکست حریف ایتالیایی خود یعنی سریلی و حریف آمریکایی فیلیپینی خود یعنی ورا شد و توانست هر دو حریف خود را ناک اوت فنی کند. امیر همچنین بعد از مبارزش در مقابل سریلی اعلام کرد می‌خواهد سطح جهانی کشتی را وارد سازمان وان کند. امیر در ادامه مبارزات خود موفق شد داستین جوینسون کانادایی رو در راند اول ناکوت کرده و احتمالاً حریف آناتولی مالیخین در فینال شود. علی اکبری در آخرین مبارزه خود در تاریخ 11 اسفند 1402 در رویداد 166 سازمان وان آرجان بولار قهرمان سابق سنگین وزن این سازمان را شکست دهد. علی اکبری در نشست خبری قبل از این مسابقه ابتدا کانگ جیوان و سپس آناتولی مالیخین را به مبارزه دعوت کرده. تمام ملت ایران دعاگوی این ورزشکار محبوب کشورمون هستند و امیدواریم که امیر علی اکبری با موفقیت هایی که به دست میاره پرچم کشور عزیزمون رو با افتخار به دوش بگیره. امیر علی اکبری با سربندی که داره در بین مردم محبوبیت خاصی پیدا کرده. نظر خودتون رو در مورد امیر علی اکبری و مبارزات و حرکاتش قبل از مبارزه و بعد از مبارزه رو برامون کامنت کنید و با سابسکرایب کردن کانال خودتون یعنی ستارگان پنهان از ما حمایت میکنید.
اگر به قهرمانی های ورزشکار محبوبمون آقای رضا قیتاسی در جهان علاقه‌مند هستید، ویدیوی بعدی مخصوص شماست. پیشنهاد میکنم این ویدیوی جذاب رو از دست ندید و کانال خودتون رو حمایت کنید. در پناه حق شاد و پیروز باشید.